آقای حسینی نظرتون راجع به چند همسری آقایون چیه؟ والا باز یه مسئله اینجا وجود داره. آیا ما سنتی هستیم یا مدرن؟ یا کنید اگر ما تو منطق سنت داریم حرف میزنیم قواعد خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی قرار ازدواج سنتی بکنیم، یعنی قرار سیستم سنتی پیش ببریم، قرار به اصول فقهی و شرعی عمل بکنیم. خب تکلیفش روشنه. تو اون روند چند همسری معنی داره. اگه قرار مدرن زندگی بکنیم، اگه قرار روابط جدید و آزاد و مدرن ایجاد کنیم، نه معنی نداره. کدوم تو کدوم جهان زندگی میکنیم؟ ترجیح شما چیه؟ من حتما تو جهان آزاد زندگی میکنم، ولی مسئله این است که نمیتونم تعیین تکلیف کنم که همه مثل من مدرن زندگی کنن. باز ببینید مثلا یکی از گیرایی که رو این جور از قضاوت ها دارم اینه که ما دائما داریم برای مردم تعیین تکلیف میکنیم. من شاید بتونم شما رو قضاوت کنم که فلان جا رانت نخور، ولی نمیتونم قضاوت کنم که زن بگیر یا زن نگیر. این دیگه خیلی زوره. میدونی این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. من مخالف قضاوت نیستم معتقدم یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه اجتماعی قضاوته. خب دیدیم میگن قضاوت نکن. اصغر فرهادی آخر فیلماش کل حرفش اینه که قضاوت نکن. هر غلطی کرد یارو رفت بودی که تجاوز کرد تو قضاوت نکن. دیدیم موضوعش اینجوریه. خب ولی من همچین نظری ندارم. ولی ببین تو بخش تو بخش اینکه ما این رو به رسمیت بشناسیم کاملا تصمیم شخصیه. به این ربط داره که تو سنتی هستی یا مدرن.